در قضیه بهزود کوچی ها آمد ناموس شیعه رو حق کرد، تجاوز شد به حریم تشیع. یک بار کسی فریاد شیعه رو نشنید. اجلاس تشکیل شد در خود غرب کابل، در کابل تمام گروه های شیعی رو طلب کرد، اما یک تعداد به خصوصی که مدعی پرچمداری تشیع هستن، همین افراد نه خودشون آمد نه نماینده خود را فرستاد. امروز اینا ادعای پرچمداری تشیع را دارن. همیشه شیعه از پشت خنجر خوردن، شمشیر کین، شمشیر حقد، شمشیر عداوت و شمشیر تزویر در قلب تشیع از دست همین افراد متاسفانه در قلب شیعه فرو رفته است. شهید مزاری آمد عدالت اجتماعی را پایه‌گذاری کرد، با دو شعار وارد صحنه شد. یک، مشارکت سیاسی اقوام افغانستان به تناسب نفوسشان. چه اندازه نفوس دارید؟ پنجشیر چقدر نفوس داره؟ دایکنی چقدر نفوس داره؟ جاغوری چقدر نفوس داره؟ ما اون چی که هستیم و اون قدر که هستیم همون اندازه حق میخواهیم. این درست همون نقطه معنای عدله. اون چی که هستیم، 10 نفریم، 20 نفریم، 100 نفریم، 1000 نفریم، 1 میلیون نفریم، هر اندازه‌ای که واقعیت وجودی ما هست، به همون اندازه ما در قدرت باید سهیم باشیم. تناسب مشارکت سیاسی در حکومت و در قدرت بر اساس تناسب نفوس. این شعار اول شهید مزاری بود. شعار دوم، تعدیلات اداری، نظم و مکانیسم اداری افغانستان. یک منطقه ولسوالی میشه با جمعیت فرمایش آقای هوشمند با جمعیت 160,000 نفر. یک منطقه دیگه مثلا فرض بفرمایید یک ولایت داره با 15 ولسوالی، یک ولایت با 3 ولسوالی. در حالی که جمعیت اون منطقه‌ای که با 3 ولسوالی 10 برابر، 5 برابر، 6 برابر از اون منطقه دیگه کلانتر، بزرگتر و وسعتش هم بیشتر و جمعیتش هم بیشتره. شهید مزاری آمد این مایه ها و این ریشه های انحصار را بشکنه و فرمود که ما با قوم مخالف نیستیم، ما با نژاد مخالف نیستیم، ما با امتیاز طلبی و انحصارگرایی مخالفیم. این میخواد از جامعه شیعه هزاره باشه یا میخواد از هر جامعه دیگری، پشتون یا تاجیک یا ازبک یا هر منطقه دیگری باشه. ما با انحصار مخالفیم، نه با نژاد. ما با قوم مخالف نیستیم، ما با ملیت مخالف نیستیم. این شعاری بود که شهید مزاری وارد با همین شعار عدالت اجتماعی رو پایه‌گذاری کرد. در اجلاس بناوت عین همین قضیه صورت گرفت. 4 کتله قومی تشکیل شد. نمایندگان 4 قوم آمدند. پشتونها برادران عزیز و تاجیک ما، برادران عزیز و ازبک ما و هزاره ها حضور پیدا کرد. اجلاس بن به وجود آمد. متاسفانه وقتی که اجلاس آمد، امیدواری ها در افغانستان به وجود آمد که شرایط از اون شرایط بحرانی خارج شد. ما سهیم شدیم در قدرت، برادری آغاز شد، برابری آغاز شد، عدالت اجتماعی ریشه دوان قوی شد، مستحکم شد. از اون زمان تا امروز بر اساس آمارهایی که در سایت‌های اینترنتی وجود داره و بر اساس آمارهایی که دولت اعلام میکنه و کشورهای کمک کننده و تمویل دهنده کمک میکنه، بالغ بر 130 میلیارد دلار هزینه شد. در جنوبی در روز 10 مرتبه مدرسه خراب شده و روز 11 باز مدرسه جور میشه. دختر در مدرسه میره اسید پاشیده میشه. در مناطق همچنین مناطق مشرقی بارها و بارها مصائب خلق میشه و کسی نیست که سوال کنه از دولت مقتدر حاکم بر اساس پایه عدالت اجتماعی و برابری و وحدت ملی خواه در افغانستان که چرا ولایات و مناطق شمالی و مناطق مرکزی افغانستان که مخصوصا مناطق مرکزی امن‌ترین مناطق از زمان اجلاس بن تا امروز حتی یک بار از این توزیع ثروت ملی افغانستان سهمی برای هزارها داده نمی شود. چرا؟ این ریشه های عدالت رو میخوشکنه، این ریشه های عدالت رو از بین میبره و مضمحل میکنه و قضیه رو برمیگردانه به همون سخنی که گفتم، دوران گذر از بحران به دموکراسی و دوران گذر از دموکراسی دوباره به بحران. متاسفانه وزرایی که در کابینت نشستن، نمایندگان محترمی که در پارلمان نشستن، وزرا معرفی می شود، وزارت و خانه ها مشخص می شود، در انحصار و در تیله یک قوم مشخص قرار می گیرد. نمایندگان پارلمان از یک قوم مشخص و دارای یک اندیشه خاص اینا رأی نمی آورند.
در حالی که 5 هفته قبلش جناب آقای جنرال صاحب دوستم را به عنوان نیروی قدرتمند و متحد از ترکیه طلب میکنه با قدرت و با نیرو و اعتماد جنرال صاحب دوستم در حضور در انتخابات دوم رئیس جمهور میشود و بعد از اون سهمی برای این قوم محروم و ستم دیده که مثل ما هم در محرومیت زندگی میکنه وجود پیدا نمیکنه. مگر ما در افغانستان سهیم نیستیم؟ مگر ما عضو این کشور نیستیم؟ مگر ما شهروند این کشور نیستیم؟ لذا ما این حقوق عادلانه اقوام در افغانستان در وقتی که این گونه سیمنه ها شرکت میکنیم این یک قسمت درده که ما همه میگوییم، اما راهکار چیست؟ راه حل چیست؟ باید چطور از این بحران خارج شد؟ باید چی کار بکنیم؟ قسمت دوم سخنم انتظارات ما و مسئولیت ما. انتظارات رهبر شهید از ما، شهید مزاری از ما فقط انتظار نداره که ما سالانه یک بار جمع شویم، در یک سمینار جمع شویم، یک پلوچلو مایشه خوب و قابلی خوب مفصل هم بزنیم، از اطراف عالم جمع شیم، بعد تا سال بعد شهید مزاری هم خداحافظ، سمینار هم خداحافظ، اندیشه شهید مزاری هم خداحافظ. این نه برای شهید مزاری بدل میخوره، نه برای ما بدل میخوره و نه ما ادای وظیفه و تکلیف کردیم. مسئولیت ما در قبال اندیشه شهید مزاری و رفتار شهید مزاری را در دو سه قسمت خلاصه میکنم. یک مسئولیت ما در قبال دولت و قبال و دولت